جدایی دین چه دولت پرچیه مروچگی بونگپ همه بابته. مرا داری چاروکان هر کجا که هسته سلام علیکم گوشما هوره هماین مبارکی. مروچگی مهمان میں وجه ناصر بریدی. وجه ناصر بریدی باز منتوارن که شما یک رندگه وتی گران قیمتی وحدات مرا منتوار وجه. راستی مهربانی من چه روشن تیویا تشکر کنم و همه دعوا سلام عرض کنم گوشتاری کان گندو کان روش تیویا. وجه ناصر بریدی هنچوک شما وقت شرطر زانه بلوچستان یک سرزمینی که بوده هم هندو هسته هم ذکری هسته هم شیعه هسته هم سنی هسته بگوشک بیته هم 1% هردکه مسیحی هم هسته بوده. گرا چطورکا مردم تونی ادروسان راضی بداریته؟ مثلا شن که دنیای تو کا وادی که نوکی نظام جور بوده این نوکی نظامان چا پیسر نظامای حسابا که یک سری قانون باجور بیتند قانونای شی بیتند که درستی مردم واسه یک ببنده. بعدی قانون یک بیته یک باید ترای حساب کتابی سرای چیزا قانون جور بکنه. بلوچستان یک ملکی بوده چه پیسرا که مختلفین مردم گون رنگا مختلفینان گون فرهنگا مختلفینان زبان بلوچی مختلفین زبانان چه براوی بوده بلوچی بوده یک لهجه عربی خبر کنه لهجه فارسی خبر کنه بلوچستان مردم هستن جدگالی خبر کنن یا دیگه زبان خبر کنن پټانی خبر کنن این درست کنه بلوچستان تو کا زندگی کتا مذهبی لازم بلوچستان تو کا شیعه بوده سنی و طاقت هم همه داوینتون و ذکری هستن هم شما گوش دیگه دین هم بلوچستان تو کا هستند شنت که یه تمامیان واسطه یک داوی باید هر جامعه تو که یک سری یک ناسازگاری هست شما باید مدیریت بکنه فشن مدیریت کنه مرچین دنیا تو که یک نوکن نام نیک نوک نه که به صلاحی سابق ما بگوشین نمی 10 سال 5 سال بلکه یه چون صده تو که شی مطرح کنه بوده میشه که گوشن جامعه تو که باید سکولاریسم بیایند یعنی شی بیتند که دین بعدی که جامعه تو که هستند خوب شد روزانه که دین هر کس هستند بر هر کسی دین یک دینیه یه حساب باید دولت دینانی تو که بی‌طرف بیتن برایشی حکومت اوشن حکومت سکولار و بلوچستان یک جامعه است که ودا هم باید یک نه تنها سکولاریسم تا دولت بیتن بلکه تمردمان رفتارا هم بیتن پس که ادانید که سکولاریسم معنی پیدا کنه مثلا تا ایران یک حکومت تئوکراتیکه ودا حکومت دینی است ودا حکومت یک دینی سرین گوشی که دین اسلام مذهب شیعه بل دروزانه که دین اسلام سر نه بلکه مذهب شیعه سرین شیعه مذهب سر هم پدا همه شیعه مذهب که خمینی یارتا خمینی مثلا ولایت فقیه تا شیعه پیسرا نبوده شین وکن چیزی خمینی و منتظری عد کد و هندگان مثلا خامنه ای ولایت فقیه ایشی یک حکومت دینی یک حکومت مذهبی پدا مذهب شیعه و شیعه یک بحری و درستی شیعه هم حق نیستن یعنی یه دامی حکومت ما شو گندگین که چه چیزی عدی کته مردم ایران وجه شما دیگه ما شما ایران نامگه بعد همیشه ادامه بده دیگه چه ملکایی هستند که حکومتش اسلامیه مثلا حکومتان اسلامی که هندوگان هستند پر نام سر پاکستان گوشی جمهوری اسلامی پاکستان افغانستان جمهوری اسلامی افغانستان ایران هم جمهوری اسلامی ایران هست این سه کشورند دیگه مشخصانید که خوب بازنده کشوری هستن وقتی قانون اساسی تو که اسلام شارته بل اسلام آنی دیده شد که اسلام سر وقتی قانونا وقتی زندگی مثلا جور کنند نه یک مثلا قانون اساسی وقتی کشور بگوشن کشور اسلام فرقش باز هست این ملکانی که هنوز با نام پاکستان ایران و افغانستان به نام اسلامن بله قانونش تارکان پاکستان و افغانستان گشتر خوب سنی آنگو شیعه هنچه شما وقت اشاره کو ایشیش تارکا مردم باید فرقانش بگندیته بشه پاکستان یک کشوری که نوشته جمهوری اسلامی پاکستان بله به اصطلاح بر اساس یک مذهبی و حکومت یاد نکته که مثلا پاکستان کشور سنی اصلی مذهبی نیوده اسلام اصلی دینی نیوده ای فرق های دین نی بله ایران پد اکادمی دیماتر رفته مذهبی یارتگی شیعه مذهب تو که پد دیگه اکادمی رفته شیعه اثناعشری یعنی 12 امامی پد یارته ایده پد کم که پاکستان و افغانستان و ایران تو که یک فرقی هستند پاکستان هستن که مثلا پاکستان رئیس جمهور تو تک شیعه بیتی پاکستان باز رئیس جمهور تا شیعه بوده باز نخست وزیر شیعه بوده پاکستان هستن که بری هم رئیس جمهور شیعه هم نخست وزیر شیعه هم رئیس ارتش شیعه ولی حکومت اکثریت سنی اند ولی ایران چه بود نکند ایران شاه زمانه یک وزیر سنی بوده حکومت کانوگان و تفریح جمهوری اسلامی ایران هیچ وزیر سنی نبوده ایده پده کم باز فرق هستند ولی اصل موضوع که هستند شد که مثلا ایران یک کشور تئوکراتیک یعنی کاملا بر اساس مذهبه پاکستان یا افغانستان یک کشور
تئوکراتیک، یعنی یک کشور مذهبی قانون اساسیش بر اساس مذهب نیست. نامش جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری اسلامی افغانستان، بله قانون اساسی این چو دیمانه رفتگن که قانونش مثلا اسلامی بودن کامل، بلکه قانون سیکولارش هستند. بله خب اسلام یک بحری چانی فرهنگ چاین یا به اصطلاح بنیاد و پایان قانون جور کنه که اما که مثلا وقتی پاکستان اما مثلا دنیا مروچ گنا یک سری قانون زورته، بله اسلام هم یک چا بحران، یک چا پایانی که قانون اوتی گذرانته. ترکیه هم یک کشور مسلمانیه. خب به هر حال مردم چاره زمان قدیم عثمانیه بود و چه چیزی باعث بود که ترکیه چون رب دیما یه دیگه ملک هنچمنته. مثلا ترکیه و ایران وریگا شروع کرد و هر دونا وادی شروع کرد، دونا لوٹیت مثلا یک حکومتانی جور بکنه، آتاتورک و کمال مصطفی کرند معروف با آتاتورک و رضا پهلوی کرند معروف رضا شاه. ادام یه پرکات باید بگنده. بله. پس که رضا شاه وقت شاه اعلام کو، آتاتورک وقت شاه اعلام نکرد. یعنی یک چیزیه که ترکیه یک مزن امپراتوریت، یعنی شما شوزانید مزنی بحری چه اروپا بحری چه ترکیه تا زمانگا و تا مرچگین فلسطین و اسرائیل که برگزیدن تا مثلا سوریه و یه ملک یه علاقه درستگین تا آرچی ترکیه عثمانی یک بحریتند و ترکیه چما ودی گدار هم چه ایران لحاظ سیاسی اجتماعی فرهنگی دیماتری ملکیت وتی هم و پدا یک فرقی کشی که ایران هم وادی حکومت قاجار ابن رفت رضا پهلوی حکومت که تا عثمانی وادی که عثمانی به اصطلاح امپراتوری و سرزمین دست دادن چه اروپا بی تا خاورمیانه بیتن یک مرچی ترکیه که ماند و دا تا ترک حکومت آید دوینا هر دوینا کوشش کرد که مثلا یک سکولاریسم آمرانه یعنی بر اساس دستور و فرمان رئیس جور بکنند که رضا شاه مثلا گوشتی که جنینا روسیه سریع سرامه کنند که چه بانده بدار یا تا ترکا مثلا گوشتی که ته مدرسه یا جان دولتی مردم سریع سرامه کنند دیگه جاگا پدا مردمی مثلا این نگوش سریع سرامه بکنند یہ پدا یک سری تاریخی لحاظه پدا هر وادی مردم ویتیا برا کنند مردم رو چیزا داده تاریخی کامل گوشت نکنند ولی برای هر دو جامعه همیده رفتن دیسن که تو ترکیه چون ترکیه چه تو زمان جامعه سکولاری تو جور بکنه که جامعه تو که دموکراسی بیته اگه دموکراسی یا جامعه تو کما بیته تو سکولاریسم کاری پدا تو وقت مذهب مشکل بیته پس سکولاریسم دفشند که مختلفین گروهان مذهبی مدیریت شهر بکن جامعه تو کا کاین تو کا سازگاری به جای ناسازگاری وقتی که تو مثلا یک حکومتی بر اساس آمرانه بی دستور سرابیتن آب پادیگ مذهب مشکل جور کنته پادیگ مردم مشکل جور کنته آچه مردم مذهبی مثلا ترکیه بازی مردمی خوب باش نبودن که مثلا تبوشه که چطور که گود برا بکننته ای پدا مشکل جور کنته با مردم مثلا چیزی که آتاتورک یا رضا پهلوی تا ایران آکود این مشکل جور کنته ایشی که دستور سرتنا باید جامعه تو که یاگایی بیاره بیته این جامعه تو باید یاگایی بوده اینه چونه بوده مثلا خب یک پدیدانی بوده یا مثلا زمان یک صفویه یا مثلا عثمانیان حکومت آیه شیعه کشته آیه سنی کشته یا تماشا بلوچستان بری بوده مردم تو که جنگ بوده ایران ولی همیشه دائمی نبودن یک اشتر بر اساس زمان مسئله اقتصادی بودن یا مسائل منطقه‌ای بودن جنگ ایران پیسر مذهبی یا قدرت واسطه بودن برای که دولت منظمی مرچیگن جور بیته اگه آی بلوتیتن چه مذهب حکومت بکن پتروندی چه بلوتی سکولاریسم تروندی جور بکن چون مثلا رضا پهلوی آتاتورک جور کرد جامعه تو که مشکل حل کنه ولی ترکیه یک چون آتاتورک و تا شاه اعلام نکرد به هر حال یک جمهوریتی بود یعنی مردم ممز بودن یعنی چون نبود که رضا شاه میریته چون که محمد رضا شاه بعد حکومت بیت که جوانی که ندان جامعه تو چی بوده چی نبوده تا وقتی جا در بگیجیتن به هر حال 20 سال تیم لاگیته ولی مثلا آتاتورک جانشین مثلا کسانی بانتند که وقتش دیمایت کردن سیاسی لازم مدیریتی دیمایت کردن و پس دموکراسی به هر حال یک انتخاباتی بیتیم پای واسطه پای رئیس جمهور واسطه پس چه رئیس جمهور سرتر نیست مثلا یا چه نخست وزیر سرتر نه قدرت رئیس جمهور دست یا نخست وزیرگا به هر حال چای سرتر نه تا ایران هر دائم همیده بود اگر نخست وزیر بود چای سرتر شاه بود اگر هنوز رئیس جمهوری هست چای سرتر ولایت فقیه این ادانی تو نزان قدرت کی دسته پارلمان دسته حکومت پارلمانی که نخست وزیر دسته یا پرزیدنت دستن چون مثلا تو دانه که ترکیه حکومت پارلمانی نخست وزیر دستن حکومت پاکستان مثلا پیسر حکومت مثلا
پرزیدنت مثلا بری اگه رئیس جمهور اصلا چی باشه ارتشی بوده بود که پرزیدنت و قدرت بود دست بود بعدی پارلمانی مردم حکومت نواز شریف دست نخست وزیری پرزیدنت یک چیز سمبولیکه مثلا هندوستان هم میده با نخست وزیری هستن سوئد مثلا نخست وزیری هستن پادشاه ده ولی پادشاه نخست وزیر په مدیریت بالاتر نه تا ایران هم مثلا خبر اولیگا آقای خامنه ای که تو نزانه مثلا که چی نه ترکیه هیچ چیز نبوده ترکیه مثلا چما اولا قدرت پارلمان دست بوده برای پارلمان یک بخشی بوده ارتش بر کودتا کرد بر پد ارتش کنار البته پد دموکراسی که و یه حسابا پد هنگامش گندگی که ترکیه هموده هم یک حزب اسلامی قدرت یاد همین حزب اسلامی باعث بود که ترکیه پد هنگام یعنی نه اینکه مثلا سکولاریسم ترکیه زیر سوال برد بلکه گوشتی خوب برای سکولاریسم شهر ولی شو همه بی که جنینا متون سریک سرا بکنه مثلا بود هنگام رئیس نخست وزیر و رئیس جمهور دوینانی جنان سریک سری مثلا حجابش هسته دیمش داری البته جوانی که پاک دیما و دیگه بگرانته ولی به هر حال یک چیزی که مثلا تو ترکیه نیست یعنی شین که بود آمرانه سکولاری میاد کانو جامعه ترکیه با توجه بشی که مذهبیان درون جامعه مبارزه کرد و هنوگان تا حکومت هم یاد کردن و هنوگان دین دولت چطور ترکیه هم جداین ولی دین سیاست جدا نه باشه که یک حزب سیاسی هستی گوشی که اسلام منی مثلا ایدئولوژی از لحاظ فکری یعنی چون مثلا انگار حزب سوسیالیست هستن حزب کمونیست هستن تا سوئد بود مثلا آیام وقتی حزب اسلامی هستن دیگه حزب سوسیالیست هستن حزبان ناسیونالیستی هستن ولی هر کی وقتی کارا کنگن یعنی ایشی یک فرق اساسی که ترکیه یاد کرد ترکیه خب بخشن مختلف ترکیه دیگه رفته یکیش نبوده مثلا اقتصادی هستید که یعنی جای بحثی نه مثلا فساد هستن چطور ترکیه مثلا کو چطور ترکیه وقتی در پاچ کردن که توریست برامانته مثلا فکر بکن ترکیه چین چه توریست رفتن چین چه توریستی ایران رفتن بخش مختلف که ترکیه دیگه رفت ایران دیگه نرفت که همین اتفاقا سیاسی سبب ایران ماشی پشت کرده گروه واجه بلوچ مردم اگه بچارن ترکیه و ایران و افغانستان و پاکستان چطور که تونه وقتی کام برنده ما بچار بلوچ هن چه مشما گنده که عربی ملکا یا چی مدنی چینجی حتی دنیا تو که مدنی چینجی بگه یه چینج خب برحال آنگو هم یایگه مشمه نیمگا چطور که بکن مردم بچار ایشون که بلوچ قوم مثلا چین چو مثلا به یک مسئله پدا هم نه دیگه یک بخشی هم هستند ما را جامعه تو که برای جامعه و نداری تا روی چی کسان بلوچستان مردم وقتی حاکمیت بیتن هنو هم بلوچستان جامعه تو که بازی مشکلانی هستن یه بحثان تا بلوچستان مطرح کمتر تا بلوچستان پاکستان گشتر تا بلوچستان ایران مطرح برچی ایران و بلوچستان یک حکومت اسلامی هستند پدا حکومت اسلامی تا ایران وعده کرد که حکومت اسلامی گشتر کوشش همچین که نیروان مذهبی دیما بیاریتن و ستم مذهبی هم یارتگی که شیعه صاحب مردم اگه شیعه نه تا سر یک سری ستم بیتن پدا بلوچ یک قوم میدگرین پدا مسئله مذهبی هم هستند ایشی سرا 3-4 دابین ظلم پوگاین و هم گندگی مثلا وعده که دیگه اینستیتوت نیستند حزب سیاسی نه لگن نهادان فرهنگی جامعه مدنی نه لگن تنها جامعه مدنی تا بلوچستان به سلامت چیز قدیمی رسمی ترادیشنال بوده که منطقه با نفوذی مردم رو بنتن سردار رو بنتن یا خان رو بنتن یا که دیگه مردمی کده منطقه توکا یک شکلی مردم احترامی هلنتن یا هنوگا مثلا مولویان یه نقش مثلا گشتر و گشتر گرفته تا جامعه توکا هستن تا یه بخشانه تشند که بلوچستان توکا باید هر کسی یک بالانسی جور کنه بیتن یعنی باید نیروان اجتماعی بلوچ که هستن تو دا یک بالانسی جور بکنند که همه دوا که قدیما مثلا یک تاز میدان یک زمان بلوچستان سردار و خان بودن همین چون میتن که بلوچستان تمامی تصمیم گیری در دست یک بخش یک قشر جامعه بنتی که مثلا مولویان علمای بلوچ بنتی فدام باید فرق بین مثلا روحانیون مثلا شیعه و کشانتش روحانیون ولی مشهد بلوچه مثلا گشتگانتش علما یا مولوی دیگه مثلا آیان خوب بلوچستان تو که مثلا مولوی پیسران بودن بلوچستان مزنی فرهنگ دیما بروک هم بودن چون مولوی عبدالله مولا فاضل دیگه مزنی نام بلوچی شاعری بچه آهن به هر حال بلوچن بلوچستان مثلا دیما برانتی ولی بلوچستان چون بیتی که قشر دیما بیت چه سرداری بیت شهر چه تحصیل کرده باشه تا یک حزب بیت شهر تا یک مثلا قشر از اجتماعی بیتن این بلوچستان تو که یک بالانس جور کنه بیتن ایش یک بالانس تو که جور کنه بالانس زمانی بلوچستان تو که جور کنه بیتن که جامعه دموکراسی بیتن گروه واجه سکولاریسم چی اهمیتی هست به بلوچستان اگه ماشو برگرده وقتی منطقه تو که یه بلوچستان واسه اهمیتی هست تنوع تو گندگی بلوچستان جامعه تو که باز باره خبر بیته نقش مولویان تا بلوچستان چین برچی که بوده بلوچستان قانون بر اساس قانون ایرانن بل خب بعد از زندگی اجتماعی مردم رو نوشتید مسائل درونی تا بلوچستان جامعه هستند بلوچ محلوکات تا هم اول از زمان شاه زمانه بوده یا هنوگاه هم بوده
به اصطلاح ایران قانون داد و رسمیت چرا نزانته یه احساس راحتیش نکته که برام ایران دادگاه اوت مسائل حل بکنه. اولا که ایران دادگاه فارسی خبر بیته که بلوچ گشتر وقتی زبان راحت روات هر مردمی بیته تو فارسی بزنه و دیگه مسئله قانونی بیته مسئله رابطه اجتماعی فرهنگی است تو لوته وقتی زبان خبری بکنه. یه چیزا تو مثلا نتونه بر دادگاه ایران که کودا مثلا کسی که نشته تا لوت خبر بکن اولا که تغییر آمیز شاریک تو بلوچیه تی گودا تغییر آمیز شاریکن تی خبر تغییر آمیز شاریکن گودا وقتی زبان تیگه خبر نکن او تو بعد از زبان خبر بکنه تر وکیل مدافعی بوده نیستین تر بوده حزمی نیستین تر بوده جوسی نیستین همین خاطر مردم تا دادگاهان ایران نروند تی بازی مردمی مگر اینکه یکی اجبار روتیم اگه همراه دولت ها پدر رند مردم پدر وقتی مثلا درونی حل کنه پدر وقتی ما با نفوذی مردم استفاده کنن یا مارچان مولویان استفاده کنن که برام وقتی میانجیگری بکنن تو وقتی کارا مثلا شهر بکنن اشنت که بلوچستان تو که یه چیز چه پیسر هم بودن تندوگا هم هست یعنی قانون که بلوچی فرهنگ سره بودن چه پیسرگی اینا که بر اساس جامعه فرهنگا که بر اساس طایفه‌ان سرداران حاکمان هرچی بودن یا خانان یا ملوک الطوایفی هرچی بلوچستان جامعه بوده و این مسئله مذهبی هستن و اشنت که جامعه سکولار زمانی اهمیتی بیتن که مردم وادی گپی جات شد که مثلا بلوچستان تو که مدارس دولتی هم هستن گرچه مثلا مدارس دولتی هم بر اساس تقریبا حاکمیت حکومت فارسی ایران بودن چه زبانش فارسی و همیدا با بر اساس به اصطلاح مذهب شیعه چه حکومت شیعانی داشتن ولی به هر حال مدارس زمان شاه کرده بودند رضا شاه زمانه مدارس سکولارن و مدارس دینی هستند جامعه تو کاینی شی که مثلا یکی سکولاره یعنی یک مدرسه دولتی روتین دلیلش اینه که غیر مذهبیه اما بتا مدرسه سکولاری رواگند شی تا یک مدرسه دینی رواگند مثلا تا پاکستانشون تو که فرق نیله آنی که مثلا مدارس دینی هم کشنتش مدرسه آنی که مثلا مدارس دولتی هم کشنتش اسکول چون تو که مثلا یه فرق هستین بعد ایدا جامعه تو که بلوچستان وسیله شیند که بلوچ جامعه سکولاریسم و یک بخشش دموکراسی یک بخشش رابطه اجتماعی هم هستین تو چطوره که مثلا مردمی که از فکری گونت فرق کردن تو شیعه عادی سنیه تو چطوره که شیعه و سنی تو تی رابطه اجتماعی رابطه کنه این سه کنه آیه بعد مچاره اگر چتی مثلا فکری تی لازم مثلا فکر کنه آیه مذهبی لازم تی هم فکر نه تو بعد آیه شر بچاره اما دا اگه تو سنی شیعه شر بچاره شیعه سنی شر بچاری اگه یکی هم لاتین نظر مثلا اعتقاد دینی به هیچ مذهبی آیه هم تو بعد نباید بعد بچاره تو تی روابط شخصی ها بعد آیا مثلا شیسه را گونش رابطه و زندگی بکنه و یه تمامی نواده که پیسه را گشت مثلا به جامعه بلوچستان و بعد یک مثلا از دموکراسی میبینند چیزان مثل سکولاریسم چیزانی که دیگه هستن چون جان نکپنده مثلا شاید یک حکومت سکولاری ممکنه بازی نجات ولی خب اگرچه بودی مثلا نوشته بر اساس شیعه یا مثلا صدام حسین و مدعیت که حکومت سکولاری ولی پدا دیتی بود سنی حکومت یاد کتاید شیعان مثلا تعویضی کتن کردا مثلا هم سنیتن بله چون که کردتن عرب نیتن وایم یعنی دولت هر چی ترگیز تعویض بکنته زمانی که دموکراسی میبیتن تا زمانی که مردم حق رای میبیتن یه پدا نبیتن مثلا دموکراسی هم زمانی شرنه دموکراسی مطلبش اینه که اکثریت تصمیم بگیریتن قانون کامل جامعه سر حکومت بداتن ولی برای تا جامعه تو که مثلا شنیک وادی که مثلا وادی سکولاریسم خبر کنه شید که یه دوینا یک دیگه مثلا رابطه جور بکنن بلوچا مثلا چی بیتن که وادی که تو نه مثلا دموکراسی بیتن تا وادی تو سکولاریسم جور بکنه و وادی که بدون دموکراسی پیدا تو بیا مثلا بدون سکولاریسم بلوچ جامعه دموکراتیک کرده بکنه گوشه چون اکثریت رای داتا پس همه چیز بیتن چون خمینی کرد خمینی یاد مردمان جز کو اکثریت رای اسلامی بعدش اسلامی چه کو تا اسلامی تجربه شیعه که شیعه بیتن شیعه په اصل شری بیتن کنه گنده ایران کجا رفته یعنی دموکراسی مجرد یعنی حکومت اکثریت بر اقلیت نه بلکه انت به اصطلاح آیه دا باید بیتید که قانون برابر بیتید یعنی بلوچ باید یه فکر بکنه که جامعه بلوچستان باندا یا مروچی تو اخلاق رفتار که مروچی یکدیگر را نند پادا کنه باندا باید قانون کنه قانون اساسی تا قانون حزبی فرق کنه مثلا تا بلوچستان ممکنه یک حزبی هستن حزب اسلامی ممکنه یک حزبی هستن حزب چپی یک حزبی هستن مثل حزب مردم بلوچستان مثلا یک حزب میان روی که به اصطلاح حزبی که طرفدار فدرالیسم دموکراسی اجرای دین دولت آزادی عقاید بچه که سکولاریسم زمانی معنی پیدا کرده که آزادی عقاید بیتین آزادی دین بیتین تفتیش عقاید مبیتین یعنی همشین مثلا ایران مردم جز کن تو شیعه سنیه ایشی مثلا تفتیش عقاید نشی نبی جامعه سکولاری بیت چون جامعه مثلا تئوکراتیک وقتی که مثلا بلوچستان تو که باند قانون البته قانون تو که با درستی انسان برابر بانده
فرق نکنه شیعه یا سنی آی هیچ مذهبی اعتقادی نیستن آزگری آی یهودی آی بهایی یا دیگه مذهبی مردمی قانون اساسی با طوری بیتن که جامعه توکا اگر 90% سنی هن 10% شیعه هن باید شیعان سنیان تا قانون اساسی تا برابر احساس بکنند قانون حزبیت سونه ہوتی که یک حزب بیاد بکنه اسلامی بگوشه که منی بر اساس سنیه یا مثلا بر اساس شیعه ولی قانون اساسی تئوری تو که ایساک باشه بل عملش طور که مردم بکنه چرا کشوران سوئد هم ده هستند ماشوا گندگند که بازی نیه چه دیگه ملکان کایانت هم ده دیگه مذهب مردمان هر کسی توند وتی نوکی مسجد آرد بکند وتی آینی که هندوان وتی جاگ آرد کنند یعنی که تو بگوشه سیکند مسیحیان یا دیگه مسیحی دوات مردم گشتر مسیحیان ولی دیگه گروه مسیحیان مثلا ارتودکس مسیحیان که چه خاورمیانه یا کایانت مرشیگن چه کشوران عراق سوریه شام وتی جاگ آرد کنند اذا مثلا کلیسا کمتر بیت چه پیسرا بلگندگی نوکی مردم پر کلیسا آرد کنند مسلمانات که شیعه سنی شام وتی مسجد آرد کنند هم در استکهلم ماش بگندگی مثلا یک کیسه مزنی سنیان مسجد مرکز شهر استکهلم جور کنه بودن ولی تهران و 2 میلیون سنی هستیم و تا کشور اسلامی بشیده نیلیتن که یک سنی مسجد یاد کنه بیتیم ودا آی مثلا کشتی ستم مذهبی تعویض مذهبی پس جامعه سکولاری نه اگه جامعه سکولاری بودن تشی ایرادی نگرفته ودا وادی که مثلا 100,000 اگه سنی ها ودا بودن اشتگاتن تی مسجد آرد بکنن بعد سنیان تو که هم حنبلی هستن شافعی هستن حنفی هستن دیگه فرقه هستند آیا هم اشتگاتن وتی مسجد آرد کنن چون که ده هستن جامعه مختلفی هستند که ودا سکولاریسم یاد که ولی سکولاریسم مثلا یه جامعه تو که ایده نبوده که چه سرا یکی تصمیم بگیرید چون مثلا خاورمیانه صدام بوده یا مثلا تا ایران رضا شاه پهلوی یا مثلا تا ترکیه یا کمال مصطفی آتاتورک بیتن که مثلا پزور یکی سری بداته ایده بر اساس که جامعه تو که ای پیسرترا و ای انچورانترا مشابه گپی جنین کلیسا و پادشاهانی نیام و پدا مردمانی که حقش ورته یه مسائل بوده یعنی سکولاریسم و دموکراسی ولی برحال یه جامعه توکات جهل چه مردم هم مسئله سکولاریسم یعنی آزادی بیان آزادی اندیشه هستین یعنی مردمانی توکا هم شیعت که شیعه هم شیعت حکومت هم پیش دارن مثلا مشم جامعه توکا وادی حکومت هم بیته مردم توکا بازی مشکلشون حساب نیست ولی حکومتان کوشش کنن خدالت دیگه مذهبی هم کوشش کنن که مردم بگوشند که شما باید چه بودی مذهب دفاع بکنید دیگه مذهبی میلتان یه کورا مشکل جور کردی با جامعه واسه مردمانی گو مردمان چه گرداتن که ما شو گندگی مثلا تا پاکستان ها مردم تو که جنگ بیته تا عراق ها گندگی شیعه و سنی تو که مثلا جنگ بیته ولی تو مثلا یه مسئله ها چه اصل موضوع در بکنه یه داوی بیاره که هر کسی باید وقتی علاقه ها چه سنی در بکنه شیعان در بکنه یا بگوشید که یه کاری که شیعه کنگن یه بدعتی نباید بلگی یا شیعه بگوشه تکفیری نباید بلگی آی نزانو شیعه اسلام چه درنت نباید بلگی دیگه سنی چون اهل بیت مردم نه آی دیگه اصلی اسلامی نه ما تو گندش مثلا بچه که لحظی بحثان آلمانی بحثند مردم ها با ایمان سرارمات مسجد نماز کنن ولی چوکش عیسی پا دینوات موسی پا دینوات یکی بروتی مسجد شیعه نماز کنن شهر بروت نماز بکن یکی روتی مسجد سنی برو نماز بکن یک سری چیز هستن خارج مذهبن اشا مثلا یا احترام بلنده آچیت مثلا نشند که قانون مداری بون رهبندی هستند مثلا کار پر رهبند مت قانون اساسی آن چیزی که برابرند رو انسان برابر بند نه که یکی آن سر تعویض بکنن اشانند که مثلا مردمش با جداش بگیندیتن سکولاریسم بعد یک توکشه که جامعه تو که سکولاریسم بعد که بوده مثلا آزادی بیان هستین آزادی اندیشه هستین آزادی وجدان هستین یعنی تو گنده تا سوئد تا دولت نگوشید مذهب چیه تو بعد کار تو آزاده سوئد مثلا وزیر هستند یا وکیل هستند یا دیگه مردم هستند همین مثلا در پیشرفته یک جنین است آفریقاییت مسلمانیت وزیرت سوئد من نزانم مثلا مذهبی واقعا شیعه تا سنی تا چوتی خبر نکته ولی روز آنها مثلا از مذهبی شدید مثلا اسلام بگنده مثلا چه مشکلی جامعه نیست یه وقتی یک مثلا شیخ مثلا جامعه سکولار مثلا تا سوئد تا اروپایی درستی ملکان که دموکراسی هستن پد سکولار هم هستن مثلا بازی نه تا جامعه تو که مثلا سوئیس یک جامعه فدرالی هم هستن بود قانون اساسی هم نوشته چه بود دی پیسر زمان جنگ مذهبی بودن
پروتستانان و کاتولیکان که وکا بودن ولی در قانون اساسی نوشته که مثلا هم مذهب کاتولیک هم پروتستان هر دو به عنوان مذهب کشورن ولی دلیل نه این که مثلا دولت ایشان یک چیز دیگه حمایت کنه یا دیگه مذهبی جال چگل بلکه بر اساس شد که پر جامعه پر سیکولاره مثلا تهمود هم یعنی مثلا مسجد در بیتن هر جا روی غذا اسلامی هستن اتفاقا این تو غذا اسلامی تسویس اگه تر روی بری یک مرد رو تو به خاطر مسائل سازمان ملل حقوق بشر مطرح کن بلوچستان مثلا بوده گندی که مثلا این چو رستوران که نوشته حلال غذا با کننده چی تسویس چه سوید هم بیشتره شنت که بلوده مثلا قانون اساسی هم نوشته که بل نوشته که مثلا قانونان رو بر اساس پروتستان و چی بود که سوئیس قانون اساسی تو که شد که تمامی قانونان سازمان ملل برتری هستی به قانون اساسی سوئیس تا یعنی بر اساس حقوق بشری و هر قانونی که سازمان ملل در رابطه با حقوق انسانی هستند آی پدات ای قانون سوئیس هم برتره به قانون اساسی سوئیس شنت که یعنی جامعه سیکولار مرچی بازن جامعه سیکولار مثلا تماش ترکیه جامعه سیکولاری میگم مثلا دموکراسی هم هستن تی بخشی مثلا مسئله فدرالیسم نیست مسئله کردی هستن اپ دیگه بحثی باشه دیگه چه کنی ولی بعد یک سیکولاریسم هستن بوده یعنی قانون اساسی دولت و دین چه یک دیگه جدان تا جامعه هم جدان به هر مشکلات هر جامعه تو که هستن این چونه مردم میشه که 100% رو مشکل حل بودن چون بود نکن ولی برای جامعه سیکولاری و مشکلات بوده کمترن هندوستان یک جامعه سیکولاریه و اگرچه مثلا از لحاظ مذهبی یک حزبی هستند جنتا باراتا پارتی که مثلا سک هندویسم اساس بود جور کردن چون مثلا ترکیه حزب اسلامی که بوده هستند که پارتی که مثلا بر اساس اسلامن بل اهمیت حکومت دو دوره حکومتش برد هندوستان حکومتش کو بل قانون اساسی نتونه عوض کنه یک قانون اساسی بر اساس بکنه که هندوستان یک جامعه هندویه و مسلمان اساس تعویض کنند و یه مشکل جور کنند بل مثلا هندوستان جامعه توکا از زمانی که آقای مثلا جواهرلال نهرو حکومت تشکیلات و گاندی که مثلا رهبر آزادی هندوستان جامعه سیکولاری ادش کو حتی سیکولاری یک بحری چه ایدنتیتی دولتی هند بوده اما در ترکیه مثلا بوده و ایشی که این آزادی بیان آزادی اندیشه بیته اگه ترکیه لاتی مشکل است آزادی بیان اندیشه پس که بعد آزادی بیان اندیشه زمانی معنی پیدا کنه چون مثلا آماده کنیم دموکراسی بعد دموکراسی هر دموکراسی هم کامل نیست بعد لاتی اصلا شما چون رای گشته بیارتا دیگه خبر منیگه یه بر مشکل جور کنه پاده که بخش اقلیت جامعه تو که بعد ناسازگاری و جنگجویی رکن بعد لیبرالیسم بیارش ترکیه به صورت به شکلی آزادی بیان آزادی اندیشه بعد ترکیه سیکولاریسم بوده بیاره اگر نشون باندی کامل نمتا چون که ورگی کنه اگه یک ورگی بیتین تمام نبیتی تو باید ورتوری بکنه شهری کنه بلا اندازه هر چیز برابر بیتین اگه یک چیز گیش بکنه خراب روتین اگه تو مثلا سیکولاریسم بازگشت بکنه چون مثلا یک زمان ترکیه آتاتورک یا رضا پهلوی کوتی مشکلی جور کردی اگه بلوت مذهبی گیش بکنه چون مثلا طالبان و افغانستان کوت چون مثلا ایران و حکومت که رند خمینی هر کو جوری کنه شی مشکل که مثلا عراق پیسر سنی حکومت هنی شیعه حکومت شیعه پر سنی احساس راحتی نکنه جنگ نیومد چونه که تا اقلیت به کناری چگل بده چون مثلا مالکیت عراق که چه عراق قانون اساسی خوبین قانون اساسی سیکولارین ولی چون حکومت تجربه انسانی و لیبرالی نه تجربه انسانی و دیدابنه که سیکولاریسم آزادی بیان آزادی اندیشه برابری انسان بلوتیته گندگی که مثلا آقای مالکی کوشش کرد که شیعانی خبر دیم آوردن تا سنیانی ها میشه گندگی که بوده مثلا سنیان به طرف افراطگری هم رو بودن اما دا مثلا تا ایران گندگی که سنیان طرف افراطگری رو بودن مثلا بلوچستان مثلا پیسر هم مردمان جنبش بوده پوتی حقوق واسه ولی هیچ چیزی که جنبش نگاشته ما حکومت اسلامی تا ایران اد کنه گفتن مثلا وقتی که مثلا مذهب سر مردم زور کنه و دیگه نیروی پاک جامعه درش کشگین چه نیروان قبلی سنتی بودن احزاب سیاسی نیلیتن جامعه مدنی نیلیتن تنها چیزی که منطقه مولا شیعه مولا سنی و یه دونه بوده تیم را بگن و یه پدر مردمانی واسه هم یک مشکلی جوری کنن چه مشکل گنده مثلا تو بلوچستان مثلا لاتیات هم حکومت اسلامی لوټه خب ایران باندې حکومت اسلامی شیعه لوټه حکومت اسلامی سنی لوټه تو اگه حکومت شیعه لوټه اسلامی قوت هستین اگه سنی لوټه شیعه که ایران جامعه اکثریت ش قبول نکنه مثلا چه په ایران په بلوچ قوم په کردان په ترکمنان که گشتر جمعیتش سنیه و مثلا پر شیعش تو هم هستن دیگه مذهب تو کش هستن پیشان بهترین حکومت ایران په حل مسئله مذهبی آزادی وجدان یک حکومت سیکولاریه که وده مذهب برابر باشه مذهب آزاد بیته نه تنها برابر باشه مذهب آزاد فکر امکانی هست بچه مرچی سیکولاریسم یک دنیای تطبیق دیگه گو مرچیگین روشا
سکولاریسم مثلا این جامعه تو که کهتکشی بودد که توی جامعه مثل سوئد، جامعه مثل فرانسه که مثلا پادشاه حکومت تا کاتولیکان مثلا کلیسای حکومت بوده، بریتانیا که این میشه ممکن گشتر انگلستان نامی زاننده ایشان تمامی یونان مذهبی حکومت بودن، پادشاه حکومت بودن. شاید پروسس گذشته برای آنگو تا هنگام متاسفانه 300 400 سال عقب آیا امکانی هست یا نه؟ برچه امکان نیست. اما در که ما شتون ماشین از اون رانندگی یاد بگیریم یه کاراتون نمیکنه. مثلا اینکه تو باید یک ماشین از اون رانندگی یاد گیره جاده باید شهر بکنه. اگه جاده شهر بنده تو ماشین نتونه بره. اگه جاده هم شهر بنده، اگه جاده خراب بنده پدا مثلا ماشو گنده چپ باز بنده تو نتونه مثلا ماشین بیاره. مدرنیسم ماشینا فکری که ماشین های مزوره. مثلا ژاپن آورده که مثلا تفکر ماشین زورد دموکراسی هم زورد مرچی گنده که دیمارو بگن کره جنوبی ماشینی هم یارت ماشین هم مرد کم مرچه تلفن سامسونگ دنیا معروفه ولی دموکراسی هم یارتگی به هر حال یک سری چیزند که مثلا تو نتونه آیم باز چی بکنه یکی بزرگ یکی ویل بکنه تو نه مثلا وقتی مذهب هم داره مذهب کره جنوبی یک مذهب داشته ژاپن وقتی مذهب داشته وقتی ملیتش هم داشته وقتی ناسیونالیسم داشته وقتی زبانش هم داشته برای زبان انگلیسی هم استفاده کننده مثلا دیگه مشکل نیست شما تو مثلا جاده یاد کنه باید ماشین یاد کنه فرهنگی زوره باید شریس را کار بکنه باید خط مشخص ماشین یعنی ما رو بگین آیچانه مگه یاگین ایدا تو نه بپیچه ایدا تو نتونه بپیچه دموکراسی هم تنها وقتی کار نکنه مذهب سکولاریسم تنها کوتی کار نکنه تو باید همه در جاده ای که هستیم یکی بروته اینه مگه یکی بیته و یا یه جای پیچه جای بیته یا جای صورت باید برز بی یا جای باید جلب بیته این درستی نه تو باید همه در مسئله اجتماعی و تیگه هم بیاره سکولاریسم دموکراسی فدرالیسم میشن به این خاطرند که جامعهانی ناسازگاریان به شهری سر مدیریت بکنن نه اینکه شی بگوشیته که خبر یکی ببیتن یعنی سکولاریسم یعنی همشین آزادی مذهبین برابری مذهبین و آزادی وجدان و آزادی بسیار اندیشه بیته اگر شما بنت تا جامعه تو کا جامعه دیمانه راته مرچ گنده مثلا کسی که دانشگاه سوئد گوانی تا کسی که ایران دانشگاه وانی پاکستان فرق کنه سوئد یک جامعه 8 میلیونیه هنوز برای مثال من تر دیان که وقتی یکی آقای روحانی یک مشاوری هستن نامی محمود سری القلم که به صلاح یعنی داوود هم یاته آقای روحانی و پیسر هم یاته ایران یکی چه اقتصاددانی مردمانه چی مثلا بشی که فرودگاه ژنو رواگا بوده نه فرودگاه بوده سوئیس رواگا بوده رانچ ما داوود جلسه ها بعدش مثلا دیده که کارل بیلت هم رواگی کارل بیلت وزیر امور خارجه سوئد که معنی میگم تا ایران بوده بعد یا آقای محمود سری القلم دیده گو جای کاری تا هم داوود دیده چون قرار برو ایران بهرام بعد دیگه ایشی مثلا وزیر امور خارجه سوئد پیسرین نخست وزیر سوئد هم بوده دی نگهبانا وقتی تانکا وقتی کیپی بره بگه و هیچ نگهبان نیستنی وقتی دیگران سر صف وشتاتا یعنی وی آی پی بلیتی هم نیه که مثلا فرست کلاس بیتیم برو چه دیگه نمیگه طرف هم پولداری از طایفه هم خانزاده سوئدانه مثلا جزء عادلان سوئدی هم و تا استکهلم هم بهترین جای استکهلم زندگی کنم ولی جامعه تو که برابری گندنده چون این جامعه قانون هسته این جامعه قانون سرا اده وزیر امور خارجه مسئله امنیتی هستین دولتی کمک کن که مثلا کسی مشکلی پیش میاد ولی این کارا ولی چون هم نه این که هر جا به اصطلاح خرج اضافی پایه بکنند جامعه خرجه بدهند برای آقای کارل بیلت بلکه جامعه شان چه بوده که کارل بیلت مشکل میبیته به عنوان وزیر امور خارجه یا نخست وزیرا مثلا برای نمونه ما وقت خوب تا سوئد زندگی کنیم بریم مردم رو خیابان گنجی سوئد نخست وزیرم راه رو بگیم فوقی مثلا یه نگهبانی ورنی ولی تا خیابان از چه ما خیابان که من رو بگم تا همه پیاده رو آیم تا پیاده رو بگیم و یه مردی مثلا که ری وشتاته مواظب و آیم راه راته ولی تا ایران همچه اتفاق نکفید که آقای روحانی یا خامنه‌ای تا خیابان راه بروتن و مردمی راه بروتن و داتور مزنی با سرچیری بکننده این جامعه سکولاریسم دموکراسی اشان که هستند په این خاطر آیند که مشکلات جامعه مدرنیسمی که هستند تشی حل بکنند که جامعه مردم برابر ببنده از وقتی که تو مثلا آزادی بیان اندیشه تی برابریت تا دیگه جامعه برابر تو نه درآمدت گشتر بیت هیچ کسی دیما نداری تو کار بکنه وقتی که دموکراسی اقتصادی هم هستند چیزی که مثلا تایز مردم برنامه اولی اعلامیه هم هست دموکراسی اقتصادی یعنی آزادی اقتصاد و ایشی که بحری چه مرشی جامعه تو کن ولی به معنی نه که مثلا تا چون از اقتصادی بهتره
دیگه جامعه تو که در حقوق اجتماعی دیگه گشتری ببیته بلکه تو خوب بتونه بهترین چیزی بزوره مثلا یکی نتون فرست کلاس سفر بکنه تا هواپیما یا مثلا ساکی مهم مردم دابا ما وی آی پی دابا براته ولی هر دو تا هواپیما سوار من برام یکی هواپیما کسی دیگه ما ندارید اذا مثلا بابات اشکت بازی چه من سوئد سنگت هم سنت کیسه کناته مثلا طرف تمام یکی هواپیما که سوئد شام نشدم بودم هواپیما برای ممکنه مثلا فرست کلاس نشتش تا سکند کلاس ولی گندیتی چون تمام یکی راه مردم راته هیچ کسی مثلا توجه نکنه چون این مشکلاتی جامعه تو که حل کنگ بودن ولی جامعه مشم جامعه تو که شام حل کنگ بانتن مش جامعه تو که وقتی که مثلا مردم دولت به عنوان کسی مگیندند که روتی ظلم بکنه بلکه دولت یه شکل بگندند که دولت فقط امنیت برقرار کنه دولت فقط منتخب مردمان برای یک حکومتی موقتی قاعده یک بوده یک حاکمیت موقتی قاعده یک طرف مردم و مدیریت یک مسئله نه که یک حکومتی بیته چون ایران ایگا پاکستان ایگا که مردم فکر بکنن شید فقط ارتش و پلیس و اطلاعات و سپاه پاسداران و فقط لوتیک مردم پزور آن سرا بکوشانی پزور آن تغییر میکنن که یک چیزی خوبه یک چیزی خرابه ایران مثلا هر کسی هر روز که خبر کننده بشین که آقای خامنه‌ای بالاترینه یا مثلا تعادل جامعه مثلا عادل بالاترینه به عنوان پادشاه بالاترینه این چیزا مثلا من دور کن پس که ایشان انسان برابری باید فکر میکنه انسان تمام باید برابره خارجشی که مذهبش چیه رنگش چیه زبانش چیه ولی که یک جامعه زندگی کننده بتونه برابری سر زندگی کننده سکولاریسم دموکراسی فدرالیسم این تمام اینا یک بخشانی تا یه مسائل اجتماعی جامعه اند که یاد کردند که به اصطلاح ناسازگاریان که جامعه هستند ایشان په یک شکل مسالمت آمیزی یعنی بی جنگ و جیریا ایشان مدیریت بکنن نه اینکه شما به اصطلاح اجازه بدین که جنگ بید اگه شما تونش اشتراک مدیریت بکنه پاکستان ما شو زندگیش تو نام نه پاکستان ما شما زندگی تا یک زمانی که هملی بوده تو شهر بوده انو یک نام نشته ورکاند عراق مثلا تو نام بوده اگه نتونه تو پزورم جامعه بداره مثلا شاه خوب لورتی حکومت دیکتاتوری آخر انقلابی بود مصر چیکاری بود ایران بعد انو یاد که شب سر کالج داد که مثلا آی باز ظلم کنه آی مثلا مردمانی حق ورگی ایشان یاد که پدا همه کارا کنه پدا جامعه سکونی نیستن جامعه پدا ناراحتن ثبات یک لازمه جامعه نیستن تا سکون و راحتی مردمان دیما نیاد که همین خاطر یه چیز هر جامعه واسطه کانته باشه که نمیتونه تو مثلا نگام گوشه من مدرنیسم لوتون تلفن لوتون اینترنت لوتون فیسبوک لوتون ولی دموکراسی نلوتون ایرانی که نلوتین فیسبوک لیتین توییتر فقط آقای روحانی هستن خامنه ای هستن ظریف هستن ولی دیگه مردم تو بعد یک کشور رئیس جمهوره لوته اصلی تی خبر گوکه باید بیته ویت مردم بی وقتی توییتر ها وقتی مردم اجازه نده توییتر بیته آقای روحانی روتین رادیو تلویزیون ها نیلانتی خبر بکن مثلا آدابی کاری لوتیته وقتی چیا تعیین بکن مثلا خبرنگار که یا جوس پرس بکنته نیم 90 دقیقه بشه بوده معطل به توییتر دیم ده توییتر پکای دیم ده ولی تو مردم اجازه نده توییتر بگن نه ایشه بشه جامعه درو ایشه بشه که مثلا لا چیز من خوبم بل پتو خرابم این در حالی که چیز گرانی نه توییتر هر کس تلفن توییتر تو بیتن هر کس که اینترنت هستن کامپیوتر هستن تو فیسبوکی بیتن ولی فیسبوک یا آقای روحانی و ظریف و خامنه ای هست مردمانی برای چی که بهش مردم بلوچ مردم آگاهیش گشتر بیتن خاص ما ایران تو کا شما حزب مردم بلوچستان چه برنامه‌ای هست پیش یه بابتا بچه حزب مردم بلوچستان یکی چه عذابیند که ابتدا مثلا فدرالیسم مطرح کتشی واسطه باز موفق عمل کتاگ و توضیح دیگه واسطه آدم که من لازمه چون جامعه تو که احمد اون دیکتاتوری نیلی دیگه یکی چه مشکل جامعه بلوچستان همشین که عذاب سیاسی نیستین حزب مردم هدف همش که جامعه بلوچستان یک حزب رسمی بیتین یک حزبی بیتین که بلوچ مردم تو که کار بکنه دفتری بیا ما که مثلا جامعه دیگه دا مثلا سوسیال دموکرات کار کنن حزب مدرات هستن حزب مردم سوئد هستن کار کنن حزب کریستین دموکرات هستن بلوچستان مختلفی احزاب بانتش بوده کار بکنن مسلمانات بلوچستان مختلفی احزابی احزاب مذهبی بانتن ولی خب بر اساس دموکراسی باید بانتن اگر نه خب جامعه پد مشکلات بیتن افراطیگری بیتن که ایران مروت هست همین حکومت افراطی اشنت که شی مشکل حل نکنن هدف میشه که ما مثلا سکولاریسم مثلا همین مثلا سکولاریسم مثلا 2004 مثلا چه مقاله نوشته گفت باز مردم اکسیونات پیش داشته داخل کشور هم لاتی مثلا ایراد گفت لاتی حمایت کرد و یه بحث چیز میتونه ورنگان یه بحثی که من تکنگین اش یک بحثیه که مثلا
ما همین 6-7 ماه پیش هم مثلا همین سال 2003 پده بحث راست شکل داده که مسئله سیکولاریسم بلوچ جامعه یک جامعه سیکولارین و جامعه بلوچ میشه جامعه سیکولاری تا که بخش تاریخی یعنی ماشو ده گپ جنگ اینو دیگه موضوع دیگه وادیلنی ایشه مثلا بحثانی بوده که وشانی که من مثلا مطرحش کنگین که جامعه زمانی تو شهر بیتین پتی درستی مردمان پا یک جامعه بچاریتن پا یک حساب آیام برابر بگین دیتے کاشند که تو جامعه شهروانده تو برابره خارجش یک تی رنگ چین تی مذهب چین تو ای کلاس تو چون کلاس وانته تو کجام طبقه مردمه تی زر چین چکن تو دکترایه یا نه تو سیکلیه نه تو تمامی انسانان تو قانون برابرن یعنی چونه بیتن که من مثلا رابطه 4 کلاس وانته چه دیگری بالاتر بودم دیگر مثلا 4 دانه زمین هستن دگار یا پول هست چه من تو قانون بالاتر بیتن بلکه از لحاظ شخصی وقتی ممکنه که مثلا رابطه پزشکی وانته دکتری بوده خب آیوتی کارا تو انجام بداته برای معنی نداته که چه مریض گندیتی از قانون اساسی بالاتره هنو ایران میدامه که از قانون اساسی من بلوچ یک سنی و تک شیعه یا کمتر گنده بود یعنی ایشی مویتیم بلوچستان تو که مثلا ما یا آگاهیان لوتیم بیان جامعه تو که جامعه تو که برابری تنها برابری یک چیزی نیست که طبقه تو که مثلا سازگاری بیتیم برابری از لحاظ فکری و اندیشی هم هستن سیکولاریسم هستن برابری از لحاظ زبانی هم هستن ملی هستن که فدرالیسم مثلا حاکمیت بلا حاکمیت مردم میگه مردم که مردم تو شیعه بی سنی بی مجموعه جنین مردین شما بیتین مثلا جامعه تو که ایران مثلا جنینا نصف مردین حساب کنند خب چطوری جامعه برابری تصور کنه مثلا بگوش که ما را قانونی ما درگیته بر اساس تفکر و یا به اصطلاح تشخیص مذهبی ما تفسیر مذهبی من جنین مثلا کمتر مردینه بعد یک بخش حاکمیت مردم خب جنین مردم دیگه از یک جنینی حق برابر با یک مردینی برابری حقوقیش هستین برابری جنسیتیش هستین و از قانونی نباشن تو که هیچ من تبعیضی ببینید سکولاریسم ده هم کیتی دموکراسی ده هم کیتی فدرالیسم ده هم کیتی این تمام گونه یعنی برابری یعنی سازگار کنه گشیند که مثلا شما بیتید که انو مثلا بگوشه ارسا جنین کمترین مردین گشتن یا مثلا از لحاظ چی بگوشه شی که جنین بروت مثلا بگوشید که من یک جای چیز دیده شاهدم تا ایده با 2 جنین بیاره اگه مردین بیبیته مردین یک شهادتی که بسه زنه چطوره که مردین 4 چم هستن جنینا تنها که 2 چم هسته ایده اینی بعد جنین مردین برابری مثلا نشا چیزانی که مثلا حزب مردم سر تاکید کرده و این چیزانی مزانه جامعه تو که بازین مخالفن شانی بر اساس تفکرات پدرسالارانه که جامعه هستن ولات تفسیرانی کانه چه اسلام هستن خب مثلا نشا توجیه کننده برای لات کی فرهنگ بلوچی یکی گوشی که نظام اسلامی ولی هر دو نه شان فقط شان خواستان شخصی ان شان تفسیر چه اسلام ان شان تفسیر چه مثلا فرهنگ بلوچی ان در حالی که یکی دیگه تام اسلام هم که تین نه جنین مردی با هم دیگه برابرن یکی دیگه که تو فرهنگ بلوچی منم بلوچی مخت فرهنگ بلوچی جنین مردی با هم دیگه میشه برابر بوده یک بخشی تو جامعه بلوچستان ممکنه بوده که جنین سر ظلمش کنه ولی بخشی ما نلوتی انو نمیگویی دی ما بره نگاه اگه جنین کار مکنته تدرا جامعه قب کپیته مثلا سوئد 8 میلیون 9 میلیون جنین مردی با هم دیگه کار کنند ولی جامعه دیگه که مثلا جنین مردی کار نکنند فساد جور بیته مثلا اینکه فسادی که مثلا انو تا کشوران اسلامی هستن کشوران مثل عربستان سعودی کشوران مثل مثلا ایران، افغانستان، پاکستان از لحاظ فساد رشوه‌خواری بالاترینه. درون مدین کشوران اسلامی هستند. ولی که مثلا جنین تا بازار بیایید جنین تاثیر مثبت لیت نتای چیزا ماده قانونمندی سکولاریسم فدرالیسم اینشین که تمامی چیزا باید مردم تو جامعه گم برابری سره بگین دیتین یک روشی هر بکر از لحاظ قانونی که انسانان برابر بنته احساس برابری بکنند احساس ضعف مکنند مثلا نا چیزی که توانمندی جنین هست خب مردین نیست لا توانمندی مردین هست جنین نیست ولی دو یکدیگر کامل کنند چونه که یک ناتوانی بر ضد استفاده بنته یک توانمندی به نفع فقط استفاده واجه بلدی می بحث کمه هنو ما شما بحث سکولاریسم هیله پدیمیست برا بر هنچوک شما باید هم سرپد بودتگید مزنی کبری در کبت بلوچستان پاکستان توکا که هم گوشک بوده بازی همی بلوچان که بیگوه بودتگن آن لاش مدایم این بابت شما حزبا و شما بیتی نظر چیه سر یه پیشداری تند که پاکستان وادا که شما گوشت چیزی که برابری انسانی نیستند و دیگه بی قانونی کهتن و دیگه جامعه تو که انسان برابر بنتن اگه قانونی هستن برابری بیت اجرا و بیت مردم پا دو چند ماه پا دیگه دا بیچاره بنتن هم شما گوینده نتیجه چی بیتن ایران تا مرزا یک جنگی بود 16 بلوچ یک جا اعدام کرد پنجو گپ اعدام کردن لاتی سیاسی مرد بتن لاتی هم ممکن دیگه جرمان دستگیر بیتن بل همه حسابش بلوچی کشتن
پاکستان هم همین کارا کنه. مثلا ننگان درو بلوچستان جوان اندرو شان یک بلوچستان آزادی لوٹانتے بلوچستان آجوری لوٹانتے چلوگا کاشیت بارت کشید و چگل اجدا بیشک محاکمش کشم جور میشین پرچی شما را گریتن یه نی پیش دارید که بلوچستان محلو کا هماده که بلوچ محلو کا احساس که بدنگو بلوچ ایران قانون اعتماد نی همه وقتی شریعت وقتی مولای گراوتن یا وقتی آدم بانفوذ گراوتن پدا اعتمادی نیست. پاکستان همی داوه شان پیش دارد که بلوچستان مردمان منی ملکا یه داوه که شانی داره یه داوه که شانی مدیریت خامنه مدیریت و پاکستان ارتش گو آقای نواز شریفی گو زرداری مدیریت بوده گو مشرفه بلوچ تا یک قانون جانی استیم همین خاطر که بلوچ مبارزه کنه و یک مزنی افسوسناکین چیزی که مرچین دنیا تو که جوانان روان درس وانند جوانان مروچی روان فیسبوک و توییتر و دیگه ویندوز ارد کنند دیگه کار کنند می جوانان پاکستان و ایران حکومت گران زندان کنند و کشند اشی انت که ما بلوچ باید مروچ مشکل چه میگید بلوچ هم هستند بلوچ سیاسی مردم ها بلوچ اجتماعی مردم ها پاکستان بلوچ باید بلوچ لیدرشپ باید یک جا بیته یک پاجیگین رهبری جور بکند به بلوچستان حقوق گرگا ایران هم همین داوی ماده که مگاش مثلا این که ما باید کوشش بکنیم که وتا مخالف یک دیگه میگین تمام مولوی با یا گندگی بعدی کنسر ستم بگین مذهبی آچی کاشن تا بعد بزانن جنین سر ستم جنسی بی آچی کاشیته بعد بزانن که اگر مثلا یک زبان قبول کنه و بیتن چون ایران مثلا زبان مطرح بوده آیا قبول نکنه گانته که مثلا زبان ماتی وانی نگیته دیگه بلوچ کاشن یعنی ما درستی یک دیگه را ظلم پس سر و چم و گوش و تی گندگی احساس کنه باید انتش درک بکنیم که ما بلوچ باید په یک جایی دیما بریم نه یه سبب بکنیم که ما مثلا یه مثلا تچگی کار کسی ترونتر تچی آی بارتی نه شی تچگی که مادرو باید وریگا بتچی یکی ممکن ترونتر تچی یکی ممکن لامتر بل مادرو وریگا بتچی که آوتی حالا آوتی هدفا آوتی مقصد برسید. شما پارتی ای بابت اگو اینترنشنال ارگانیزیشنانی که هستن گپ کوتا ای بابت که مسکرابی در کفته مدنی قبرستان بلوچی ما یه بابت گپ کوتا مسئله مسکرا و گپ کوتا و این چون مردم بلوچستان پاکستان گارباگی چی سر ما گپ جتا و تا سازمانان کشوران بگیر تا مجلسان تا وزارت امور خارجه تا به اصطلاح چین جهانی که نوبل پیس پرایز داده انت که مثلا شما پرچی چیزا مثلا توجه نکنه بلوچستان تو که باز مردم هستن پس صلح و آرامی جنگ کنن تمامش متوجه نکنه و دیگه جاگاه هستن ما تمام این کارامون که کوشش کنیم ولی زانت ما بلوچ بالا که حاجت کمی ما باید گشتر کار بکنه خارج کشورها و یکی چه حزب مردم موفقیت همی بوده از مردم بلوچستان اولی حزبی بوده که خارج کشور سیستماتیک کاری کرده یه دیگه حزبان رند داده بلوچستان پاکستان ایگان که با سازمان یافته تر بودن چه بلوچستان مردم بلوچستان مسترین حزبان جامعه توکا حضورش گشترین چه ما حزب ما ایران اصلا اجدابین حضور یا نه لگی حکومت ظاهری سرا آیا مثلا ظاهر سر حکومت چی هستن ولی از مردم ها یه کارانی کتگن مثلا جامعه جهانی رابطه بگیرن یه چیزی که از مردم مثلا چیزی باشن پیشگامی نسبی بوده و یه کاری پیشی داشت که بلوچ هم تو مثلا مطرح بکن پیسر بلوچ مثلا بین المللی مطرح نبوده ما پیسر از مردم سیاست همی بوده که ایران بلوچ سر ظلم بیتن پاکستان بلوچ سر ظلم بیتن پاکستان بلوچ هم خوب بودی مبارزه کنگن داخل هموشنی سرا ولی ما بلوچستان تو که ما حکومت میلیته ما باید بلوچ یک خاص کامل بکنیم آیشند که دنیا ای خبر بهش کن و یه چیزی که از مردم کوته پیسر بلوچ مثلا سازمان ملل نیاد کن بلوچ مثلا سازمان ملل نیاد کن و شی باید بگه شد که ایشی اول رندا در به ایران بلوچستان بلوچ مثلا مطلبی از مردم کوته و طریق هم سوئد لاتینیستی انجام داده که تا اتحادیه اروپایی مثلا مطرح بوده تا سازمان ملل تا نیویورک مطرح بوده بگه شیک جنوا ما رفته یه هر دو عملا که نام بلوچه تا شی که مثلا کرده ترک نامور بوده دیگه ملت نامور نبوده رنده مثلا عربی یاد کرد ولی بلوچ نام سیمی بوده به خاطر به دلیل فعالیتان رابطانی که حزب مردم و اطلاعاتی سازمانان سوئدی و اروپایی بوده باز منتظر واجه برای شما و وحده ما را امید که آوکین روچه هم دیگه برنامه ما شما یاد